الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. çok memnun. خواهش ederim. بس خواهش ederim. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الغداة المهديين المعصومين سيما بقیت الله فی الأراضین. çok خوشحالم که bir de tevfik tapmışam Xamniyə gələm və siz mihraban və qanı issi Xamneylərlə mülaqat edin. Xamnə mənə şəhri xatıratdır, şəhri اطلاعاتdır. Çox dadlar eşitmişəm Xamnədən və 20 il bundan qabaq rəhmətli ağa ilə Xamniyə gələndə 1-2 saat vaxt sərf elədi ta adli və məruf Xamnənin yerlərin məscid kimin, o meydan kimin, onları mənə müərrifçilik eləsin və görsətsin. Əlbəttə, اونچه که برای من مایه خوشبختی است این است که به حمدالله خامنه هم مانند بقیه جاهای این کشور بزرگ جوانları انقلابی kişisi, arvadı, uşağı inqilabidirlər. İslam'a sərbazdirlər. چی آوردی برامون؟ نقاشی ماشاءالله. پیش دبستانی میری یا نه؟ پیش دبستانی میری؟ خیلی خوبه. نقاشیش هم نقاشی خوبیه. ماشاءالله. خب این خط کیه اینجا نوشته؟ این خط مامانته؟ خط کیه بعد؟ کی نوشت؟ اینجا داره بارون میاد میدونم، اما اینا چی؟ مامان رو نوشته؟ ماشاءالله. من دوستان یا پارسان؟ آقا جمله‌ای ترکی به پارسا میگوید. مادرش میگوید ترکی متوجه میشود اما نمیتواند صحبت کند. خب ترکی رو جوری صحبت کنید فارسی رو تو مدرسه و تو کوچه و اینا یاد میگیرن. شما ترکی یادش بدید تو خونه که ترکی بلد بشه، منتها آقا پارسی رو هم بلد میشه دو زبانه. ماشاءالله. دست شما درد نکنه. خیلی خوب. این نگه اطلاعاتی جوانları inqilabidir.
kişisi, arvadı, uşağı inqilabidirlər. İslam'a sərbazdirlər. Xiyaban məhəlləsi və Qarabağlar küçəsi منزل عالم بزرگ اون روز تبریز که جد ماست، پدر بزرگ من مرحوم حاج سید حسین خامنه‌ای 1352'de ben özüm gittim hele o mahalliye ve o küçüye. Mahalle Xiyaban ve Qarabağlar küçesi gedib axtarıb ata babanın evinin qapısını tapıb və ziyarət eləmişəm. و شما تبریزی ها و آذربایجانی ها و جوانان خونگرم و شجاع و فداکار و علاقمند باید این میدان را همچنان گرم حفظ کنید و در راه استقلال و آزادگی ملتتون هر چه می توانید تلاش کنید و من به همه شهدای عزیز این دیار درود میفرستم. این آذربایجان است و من هر جای این استان که قدم گذاشتم دیدم مردم شعار واحدی را میدهند، همه میگویند آذربایجان اویاختی انقلابات دایاختی. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. هر سال روز 29 بهمن یکی از روزهای پرحماسه و پرشکوه ما در این حسینیه است به خاطر حضور شما. برای بنده هم که اشتیاق دارم به دیدار مردم عزیز تبریز و آذربایجان، این یک فرصتی است که اگر همه اون مردم عزیز رو نمیتوانیم زیارت کنیم، جمعی از جوانان، از مسئولان، از علمای اعلام، از قشرهای مختلف رو در اینجا در حسینیه زیارت کنیم. خیلی خوش آمدید. سلام ما رو به بقیه مردم عزیز در تبریز و در شهرهای دیگر آذربایجان ابلاغ کنید. مندن سلام گترون سایر همشهریلere. آتش به اختیاری که ما گفتیم معناش اینه، یعنی همه جوانها، همه شعرهای حسینی اردبیل با اینکه شعرهاشون شعرهای مرثیه و مصیبته، اما
از جنبه هنری در اوجه. من این مصمت 4 مصرعی مرحوم تاج الشعرای یحیوی رو وقتی نگاه میکنم میبینم درسته که مصیبتنامه محتشم ترکیب بند محتشم خب از لحاظ استحکام لفظ و معانی خیلی خوبه، اما این از لحاظ صحنه پردازی، از لحاظ تصویر سازی کم نظیره. من چند بیت اون رو یا چند مصرع اون رو در واقع در ذهن دارم. آی باتی صبح açıldı. اگر دقت کنید تمام صحنه سازی است. آی باتی صبح açıldı. زینب نوایه geldi. زهرا دیدی حسین وای. عالم صدایه geldi. بعد میگه مشهور شد که قتل الحسین. Cennateden eşitti peygamber gerami, ne'leynisiz evasiz kerb و belaya geldi. بعد چند مصرع دیگه، چند بیت دیگه میگه، بعد میرسه به اینجا یل اسدی gün tutuldi ظلمت فزایه geldi. مایه های مرثیه‌ای این شعر خب در اوج دیگه، اما شعر مرثیه و مصیبت اینجور تصویرسازی در او کم نظیره، خیلی با عظمته.